چند وقت پیش روی همین پشت بون با یه بطری کوچیکی آزمایش کوچیک انجام داد، ولی نتیجهش فراتر از حد انتظارم. از همون موقع هر روز یه سوال داره توی ذهن من تکرار میشه. اونم اینه که چی میشه اگه بطری ما چند برابر بزرگتر اون بطری اصلیمون بود، یا اینکه گاز بیشتری داخل بطریمون جمع میشد، یا حتی فویل بیشتری داخل اون بطری میریختیم. این سوالایی که داخل ذهن من داره تکرار میشه. ولی نگران نباشید، امروز قراره که جواب همه این سوالا رو با هم دیگه پیدا کنیم. درود بچه‌ها، من مستر هستم و برگشتم با یک ویدیو ترقه دیگر. ما ویدیو رو یادتونه که با هم دیگه روی پشتمون رکورد کردیم. دیگه پولاتو برای ترقه خرج نکن. امروز قراره که با هم دیگه تبدیل به هاکزنبرگ بشیم، با این تفاضل که اون شیشه درست می‌کرد ما قراره که ترقه درست کنیم. ما اونجا با یه دونه بطری و با یه سری خرت و پرت یه دونه ترقه دستساز درست کردیم که وقتی پرتش می‌کرد یا می‌ذاشتی یه جا بعد یه مدت میترکید. حالا اون فقط به نظرم یه چیز برای سرگرمی و دستگرمی بود. نظرتون چیه بریم بزرگترینش رو با هم دیگه درست کنیم و تستش کنیم؟ What's your idea؟ قبل اینکه بریم نسخه غولش رو درست کنیم، بریم بهتون بگم چه اتفاقی میفته که این محفظه ما نکنیم. بذارید یه مثال خیلی جالب بهتون بزنم قبل اینکه بهتون بخوام توضیح بدم. فکر کن شما یه غذا زیاد خیلی بخورین، خب بعد اجازه بهتون ندن برین دستشویی، چی میشه؟ اینم دقیقاً همینه. ما یه بطری داریم، قاعدتاً بیس چیزمونه، بیس موادمونه و یه چیزی داریم به اسم فویل آلومینیوم و یه چیزی داریم به اسم لوله بازکن. وقتی که لوله بازکن و فویل آلومینیوم با هم دیگه مخلوط کنیم، یه چیزی حالت گازتور و اینا اتفاق میفته. ولی داخل بطری که هستن، بطری هم درش بسته است، این گاز فشار میاره و باعث میشه که بهتره که همه جا رو داغون کنه. فقط don't try at it home. کلاس زبان برید کلاس زمان، خیلی خوبه. یه چیز دیگه هم باید بهتون میگم. الان که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، خب نصف شبه. قاعدتا من بلندشم برم پشت بوم، منو سرم الان خواستم مثلا بیرون نشون بدم چقدر تمیز بودیم چیز بالکنمون. مرسی. الان نصف شبه، ساعت 2 شبه. خب قاعدتا الان پاشم برم پشت بوم بخوام ترقه بتر کنم، من خودم میترکونن همسایه‌ها اینا. پس دیگه بشکن میزنیم، صبح پیش همراهش میریم، نه بشکن نزد تو دستم، میرم ترنزیشن خفن فلان، همراهش پا میشیم میریم کجا؟ پشت بوم. 3 2 1. خب آقا برگشتیم بر روی پشت بام، مقر همیشگی فرماندهی من که تمام ویدیوهای یوتیوب من از اینجا سرچشمه میگیره. نظرتون چیست قبل اینکه برویم غولمون رو درست کنیم یه دونه آزمایشی کوچیک درست کنیم چه جوری میشه؟ بزن لایک و تا بریم. ایمنی برای من همیشه حرف اولو میزنه. برای درست کردنش اول نیاز داریم به یه دونه بطری خالی که این آب داره، به درد ما نمیخوره، خالیش میکنیم ولی سرش رو میخوریم. حیفه میخورم. خالیش. بعد اینکه خالی شد باید داخلش لوله بازکنمون رو بدیم. نمیدونم داخلش این مقدار سعی کنین هرچی بیشتر داخلش آب نباشه بهتره. بس نیاز داریم برای اون یارو گوندم. من سر اینو میبندم رو میخواد. حالا فویل های آلومینیوم خود رو آورده و اینطوری به شکلی کاملا جذاب چیز میکنیم، لول میکنیم. بعد که لول کردیم با اینو بندازیم داخلش، درش رو ببندیم و پرتش کنیم تا بهتر بیاد. من دوربین یه ذره جابجا کنم بریم جای بهتر پرتش کنیم. پرتش میکنم رو بعد آماده داخلش. خب باید سریع چیز کنم وگرنه داخل دستم میاد. صبر کن لبه میذارم نیفته داخل. افتاد. معلومه تو دوربین زود باش. داره تکون میخوره. الان میترکه. کیرکید. بریم حالا گنده‌اش رو درست کنیم. آقا من برای درست کردن بزرگترینمون یه بطری واقعا بزرگ آوردم. بطریای نوشابه‌ای که داخل چیز قبلی تست کردم 1.5 لیتریه، این 3 لیتریه. خب 3 یا 4 نمیدونم، خلاصه روش که چیزی ننوشته ولی 3 4 این حدودا. فقط میخوام یه مسئله رو باهاتون در میون بذارم بچه‌ها. من چنلم الان 380 تا ساب داره وقتی دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، ولی متاسفانه تا آخر شهریور بیشتر فرصت ندارم چنلمو به 1 ساب برسونم و اگه نتونستم برسونم باید یوتیوبو کلا ببوسم بذارم کنار، چون که 1 سال مهلتم تموم میشه برای رسوندن به 1 ساب. پس اگه میشه یه ساب، یه لایک، یه کامنت، اون وقتی ازت نمیگیره ولی به من خیلی کمک میکنه. خیلی ممنونم ازت. بریم اینو پرش کنیم. من تا اینجا قشنگ میخوام پر کنم. بوم با بهتره کن. فقط این در ورودیش یه ذره خیلی کوچیکه رو مخم. بریم. خوبه.
قشنگ میپاشه در دیوار دهنمون سرویس. میخوام آقا یه قراری باهاتون بذارم. یه قرار شما یه کاری کنین این ویدیو 1K ویو بگیره، یا نه ولش 1K نه، یه کاری کنین این ویدیو 40 تا لایک بگیره. خب من میرم یه دونه از این بمبا با چی درست میکنم؟ با اون بطریای چیز دیدین، بطریایی که داخل آب معدنی چیه خدا وای، داخل آب سرد کنندشون استفاده میکنم، 20 لیتری گنده است درش قشنگ پوشیده میشه. این ویدیو 40 تا لایک بگیره یا 1K ویو بگیره، من میرم این حرکتو میزنم پشماتون بریزه. قبول آقا؟ بستیم دیگه، دست بده. حالا نیاز داریم به مقدار زیادی فویل که بپاشونیم توی، بریم دوربینو بچرخونیم اونجا بارگذاریش کنم میام اینا. عشق به خاطر نکات امنیتی مجبورم فاصله رو زیاد بگیرم چون که قبلش ممکنه بمیرم. خب آقا اینا هم شدن خشابامون، بریم بوم بوم. شت پشمام چه صدایی داد حاجی، یه جوری ترکید این داره بخار بلند میشه. شت نگاه هنو داره. چون من الان اومدم ویدیو رو ادیت بزنم و توی ادیت متوجه شدم که دوربین گوشیم به خاطر گرمای زیاد روی پشت بوم دارم رکورد میکنم و گوشی منم ضعیفه. ویدیوی لحظه ترکیدن این بمب رو نگرفت. سلام، اومدم دوباره روی پشت بوم با یه دونه بطری گنده دیگه که دوباره براتون رکورد کنم. وقتی بهتون میگم لایک کنیم ویدیو رو، یه ذره امکانات داشته باشم که بتونیم بیشتر ویدیو بگیریم، برای همینه. لایک کن دیگه، دمت گرم. خب آقا لوله باز کن بطری. کافیست. چون که بیشتر این بریزم خب فقط حجم اضافه پر میکنه، داخل واکنش ترکیدنش هیچ تأثیری نداره. خب امیدوارم این دفعه دیگه مثل دفعه قبلی نشه. خدایا بادم داره میزنه گوشیمو میندازه. نمیدونم چیکار باید بکنم، ولی خب بریم رکورد دیگه. بیا گوشیم افتاد. لعنت بهت، بادم الان نمیخواد بذاره ما ویدیو رکورد کنیم. اذیت نکن دیگه خدا. فرار بگی رکورد کن. الان میترک 3 2 1 بترک. بچه‌ها من این ویدیو رو در جا بعد از اینکه ترکید قطعش کردم و اومدم خونه. چرا؟ چون صداش واقعا وحشتناک بود. ترسیدم یکی هر لحظه بیاد بهم گیر بده و فلان و بسان اینا. اصلا بهتون توصیه نمی‌کنم تستش کنین اصلا، یا حتی اگه می‌خواید تست کنین برین بیابونی، برین جای دیگه. مثلا من بالا پشت بوم چیز نکنین. من باعث شدم که شاید یکی که خواب بود از خواب بپره. هر حال اگه دوست دارین پارت قبلی این ویدیو رو ببینید که خیلی جذاب‌تر و با ایتمای بیشتره، این دور و برا یکی اینا بزن برو ببین. خدا